این هفته خبر تو خبر داره براتون از نمایش‌های روحوزی پاسدارا تا یه جوری عبای پاره عظما رو بدوزن. نمایش نقش فرمانده کل قوا در تحول و امنیت. نمایشگاه کوثر ولایت با موضوع نقش فرماندهی معظم کل قوا در تحول، ارتقا و مدیریت دفاع، امنیت و جبهه مقاومت اسلامی با حضور سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی در دانشگاه عالی دفاع ملی افتتاح شد. و ما دائره المعارفی از عملکرد جمهوری اسلامی در بعد دفاع، امنیت و مقاومت اسلامی بر اساس اندیشه رهبری که متأثر از اسلام ناب هست رو خواهیم داشت که این نمایشگاه بخشی از اون رو به ارائه کرده. پیشنهاد میکنیم عظما بیاد نحوه ایفای نقش در امنیت رو از این آقا سگه یاد بگیره. نقش پدرزن رئیسی جلادم در فیلم آبگوشتی نظام چیزی نیست جز قمپوز در کردن و خالی بندی. ایران امروز بر منطقه کاملا مسلطه و با تکان خوردن دفاعی ایران منطقه تکان میخورد. بله منطقه تکان میخوره، اما اینجوری متکی بگیرم برزر تو میرزه به چه حال؟ یک دو چی میشه؟ ایسا برم نمی... ببینید کار به کجا کشیده که خرچنگ ولایت هم مجبور شده تا با نعل وارونه به وضعیت دلنگون نظام اعتراف کنه. دشمنان به جان این انقلاب افتادند، امید زدایی کنند، کشور رو به هم ریخته نشون بدن، یه جوری در این فضای مجازی خارجی ایران رو نشون میدن. کسی که این حرفا رو گوش بده فکر میکنه فرداست که نظام سقوط میکنه. خودشون هم از وضعیت متزلزل نظامشون با خبرن و خوب میدونن که چه سقوطی در انتظارشونه. He's kühlen, man. He's kühlen gerade. حالا بریم ببینیم پشت پرده چه خبره و وضعیت داخلی این نظامی که میگن تکون نمیخوره و سقوط نمیکنه چه جوریاست. ما میاییم به راحتی فرصت‌ها رو تبدیل به تهدید میکنیم، بعد میریم دنبال دشمن میگردیم. بابا با این وضعیتی ما خودمون برای خودمون درست کردیم، دشمن نیاز که ما بعد کافی داریم خودزنی میکنیم. الان که دیگه کشور کاملا یک پارچه شده، تمام قوا دست یک جریانه، واقعا خودزنی نیست. اخبار رو مرور کنید ببینید چقدر در داخل بین دوستانی که الان قدرت دستشون هست دارن همدیگه رو چنگ میزنن. عجب اقتداری، عجب انقباضی، عجب وحدت کلمه‌ای، خودزنی میکنن و چنگ میندازن. این هم یکی از مهره‌های قیچی شده از باند مغلوبه که دنبال سهمش از قدرت میگرده. چرا ما رو به قول معروف خونه نشین کردید؟ خودتون هرچی پست و مقام میگیرید آخر سرم پدر مردم رو در میارید. بابا به این جوونا وقت بدید. به خدا 31 سال کار سیاسی میکنم، 50 سالمه دیگه. من ببخشید من کی میخوام توی کشور من دیگران همه اساتید دیگه. خیلی ممنون و متشکرم. بله دغدغه این جماعت سهمشون از قدرته و مردم آسی هم از حداقل‌هاشون محرومن. خجالت بکشید در برابر این مردم. در گفت گیرم که آلانی را به فریبت فریبتی، در دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ چی خنده این مردم بگون.
آقا نسل آینده با نسل باز بمیره، نسل جدید بیاد تو کار. شما ببینید چی کار میخنده کنید، به خودتون بیاین، بیدار شین. این گوریلی که ملاحظه میکنید سرتشتک پدافندی نظامه. ازش پرسیدن داستان سرگیجه سامان بنزینی چی بود. به جای جواب داره فیلم سینمایی جان سخت 4 رو تعریف میکنه. یه فیلمی تلویزیون پخش میکنه، 3-4 دفعه تا پخش کرده به نام جان سخت 4. این 2007 ساخته شده. من معمولا تو کلاسایی که تو دانشگاه دارم میذارم که فیلمو میذارم، چون خیلی جنگ خیلی جالبه. جنگ سایبری زیرساختی 2007، یعنی حدوداً 14 سال 13 سال پیش ساخته شده. اون روز میگفتن مثلا یه فیلم تخیلی، هنوز خیلی نیست. مثلا اینکه شما یه ویروسی میتونه بفرستی به نیروگاه گاز، مسیر ورودی گاز رو برعکس کنی و بعد دو طرف تو یک مسیر لوله بیان، لوله منفجر بشه، آتیش بگیره. این هم یک تصویر شماتیک از مدیریت بحران در نظام ولایت. این روزا آخوندا مدام مشغول خالیبندی و وعده و وعیدهای مسخرن. یه روز وعده ساخت مسکن میدن، یه روز وعده تولید خودرو. موج افزایش تولید خودرو از 2 هفته دیگر، آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، برای افزایش تولید خودرو از ایران خودرو و سایپا برنامه هفتگی گرفته و موج افزایش تولید خودرو از 2 هفته آینده آغاز می شود. منظورش از موج افزایش خودرو موج دزدی و کلاهبرداریه. یه نمونهش رو اینجا ببینید. خودروسازی‌های داخلی واقعا دارن دزدی میکنن تو کشور اسلامی. این دزدی نیست، نمیدونم اسمش چیه. دیوار مردم فقط بالا نمیرن، بعد میان جلوی واردات خودروهای خارجی رو میگیرن. آخه نفهم این چه رنگی رو ماشین ریخته؟ این نیم میکرون رنگ نداره. حالا بریم آخر خط تولید و ببینیم محصولاتش چه کیفیتی دارن. این حجت الاسلام تربچه رو آوردن تا درباره نحوه گزینش طلبه ها و آسیب شناسی نمایش های جمعه صحبت کنه. ببینید چی میگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی تهرانی رو. من شنیدم، از چند نفر هم شنیدم، ایشون وقتی میخواستن برای مدرسهشون طلبه به اصطلاح جذب کنن یه ویژگی‌هایی رو لحاظ میکردن، حتی ویژگی زیبایی. بزرگواری به من گفتن، گفت با پدرم و برادرم رفته بودیم اونجا که برادرم اونجا طلبه بشه. گفت حاج آقا تا دید؟ گفت نه این که خوشگل نیست، ایشون خوشگل، ایشون بیاد. گفت آنجا به زور منو گرفت و گفت نه ایشون بیاد و بابام راضی شد که من طلبه شدم. اون آقا مثلا گفت من اومدم طلبه شدم. حالا توجه شما رو به خزعبلات یکی از همین بشنگا جلب می‌کنیم که خروجی همین گزینش هاست. در هر کجای همین کشور شما اگر یه آنتن ماهواره داشته باشید، اقلاً 2000 شبکه ماهواره‌ای قابل رؤیت هست که اینها 24 ساعت در صدد گمراه کردن جوونا هستند. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیاره ریشه این 2000 ماهواره رو میخشکونه. بازار دین فروشی آخوندها روز به روز کسادتر میشه. آخوندهایی که عمری تو کار آبگوره گیری بودن حالا فهمیدن دیگه جنسشون مشتری نداره و رفتن تو خط این بازارگرمیا. ما جاتون خالی، یه عروسی توی شهرستان بود از فامیلای ما. به هر حال رفتیم اونجا، همه اومدن، بالاخره هر فامیل هر کدوم یه دی رو به هم دیگه محبت خاصی دارن، دور میز خودش جمع شده. این یه دور میز خودش چیز آوردن دست من، اینو گفتن حاجا دعا کن بریم دیگه. گفتم مجلس ترحیم بود؟ گفتن نه مجلس عروسی. گفتم اشتباه گرفتید، اینجا هیچ من شادی نمیبینم. گفتم من دعا بلد نیستم. آقا یه موسیقی بذار. یه موسیقی گذاشتیم و چند تا جوان گفتم برقص ببین. این هم تصویری دیده نشده از مجلسی که این آخونده توش بوده.
مشنگستان این هفته رو با اراجیف این دایناسور تاریخ در رفته به پایان میبریم که معلوم نیست از کدوم باغ وحش در رفته. مسئله نوناوری است. مرد اگر کشته شود ضرر اقتصادیش بیشتره، چون نانآور خانواده مرده. از نظر قوانین اسلام اینه، ما قوانینمون قوانین غربی نیست که هر دو باید نوناور باشن. اگر زن کشته شود ولو انسانی کشته شده اما ضرر اقتصادی اون کمتر. غرض این نیست که انسانیت رو جبران کنیم. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک کودک هموطن جلب می‌کنیم که بسیار دلنشین و شنیدنیه.